دوباره صدای بغض، دوباره رنگ ماتم و دوباره چشای پر، دوباره یه پدر داغون و یه مادر و غمش، دوباره سر هیچ و پوچ یه اله مرد، دوباره آدم و استوری و پست و تحلیل و بهونه یه جدیدی واسه یه گیر دادم من که چرا فلان آرتیست واکنشی نداشته به فلان اتفاق شده. مهره سیاستی گبر، نه اعتراضمون رسید به نتیجه، نه عنصر محبت اثر داره رو قبیله، نه با حرف من عوض میشه این وضعیت، نه با حرف تو عوض میشه این رویه. یکی نشدیم و حالا میشیم یکی یکی کم، واسه سفره های لخت طرفا نمیشه پیرن. حال خوب خونه هامونو کی به کی رکی زد که همه لایه ترس و فقر دارن لهیده میشن. سر خواهرامون دادا چی میاد، سر کهنسالی مادرامون چی میاد، واسه نجات این همه مغز مریض و روانی توی این سرزمین بیمرام کی میاد. ببین بچه هامون دارن کم میشن، ببین آدمای شهر وحشیان، با این که میدونم تأثیری حرفم اصلا نداره، ولی خانواده یه اله تسلیت.